خب بچه‌ها توی این ویدیو با فول ترکیب لیگ ایتالیا اومدیم توی ای فوتبال لیگ بازی کنیم و دلبری کنیم. خب بچه‌ها یه حریف واسمون پیدا کرده، ببینیم که حریفمون ترکیبش چجوریه و خدایی میگم ترکیبش خیلی خوبه، ترکیبش به شدت خوبه. این محمد صلاح رو هم داره، ترکیبش واقعا ترکیب خوبیه و اینم از ترکیب ماست که با فول لیگ ایتالیا اومدیم بازی کنیم. فکر کنم این استفان دورایی، بله اینجا لوگو اینترش زده شده که توی اینتر بازی میکنه و این از بازی کنه اون اصلا. الان شاید تعجب کنید چرا کواراtsخلیا رو نیاوردم داخل، چون که کواراtsخلیا RMF نمیتونه بازی کنه. خب نیمه دوم این RMF رو میکنم RWF و کواراtsخلیا هم میارم داخل. اولش لباس رو یادم رفت لوگوی تیم عوض کنم ولی اشکالی نداره و بریم که بازی رو شروع کنیم. بچه اول یه اتک، همیشه اتک، یه دونه اتک رو بزنید و بعدش بازی رو شروع کنیم. و این اتک به دردمون نخورد و همین اول کار گل رو خوردیم. ببینیم میتونیم گل بزنیم یا که نه. گل اول رو دقیقه 2 خوردیم، واقعا خیلی بده. اسکالوینی تو گرفته خیلی خوب. اوسیمن برو کیزا جون مادرت کسی نیست. کیزا کسخول بنازم لاوتارو یه پاس. اوسیمن توی دروازه در دقیقه 43. اوسیمن میاد به داده تیم ماردین PS. هم کادار بزنم ولی خدا رو شکر که کادار نزدمه، وگرنه سخت میشد گل بشه. آره آقا فوفانا، پدری صاحب توپ کرده. کیزا، اوسیمن، لاوتارو رفتن واسه گل دوم. اوسیمن از همونجا ضربه رو میزنه، با در آورد دروازه‌بان. اوسیمن میتونه ضربه سر رو بزنه و بله نیمه اول تموم شد با نتیجه 1-1. خب بچه‌ها ما کامادا رو به جای چالانوغلو آوردیم توی بازی اینجا. کامادا بعدش این اسمش چی بود، آدمولا لوکمن رو به جای لاوتارو مارتینز آوردیم تو و پستش رو به SS تغییر دادیم و اینجا این RMF و LMF رو به RWF و LWF تغییر دادیم و کواراtsخلیا رو به جای چوکوزه آوردیم توی بازی. بچه بریم که نیمه دوم شروع کنیم. آدمولا لوکمن، کامادا خواهد تو سر ایسکو، یه پاس عالی. کواراtsخلیا رفته که سانتر رو انجام بده، همین کارو میکنه ولی اگه پاسو میدادم به لوکمن خیلی بهتر بود. بارلا پاس برای کیزا، اشتباه. تاکوفوزی کوبو عجب پاسی داد. بگی جون مادرت خوبی لامصب، چرا تو با نمیگیری؟ خیلی خوبه بازی میکنه حریفمون. آدمولا لوکمن، بارلا، لوکمن دستمون خونه. تئو هرناندز پس برای کواراtsخلیا، کاستاکورتا برای خودش. کواراtsخلیا یه دریبل عالی، سانتر برای اوسیمن. وای میره کاستاکورتا، کامادا، لوکمن، کواراtsخلیا، خود کامادا، کواراtsخلیا، لوکمن بزن لامصب بزنه. خود هرناندز یه پا، یه سانتر به روی دروازه. باستونی میزنه. وای گل بنازم، گل به خودی. عجب بازیه، عجب مسابقه‌ایه. بنازم باستونی و کامادو رفت که خودش گلو بزنه ولی گل به خودی حساب شد. رودریگو وای همین اول کار گل مساوی رو نخوریم بابا دارین چه غلطی میکنید. ما خیلی خوبه، ما 2 تا دیفنس بذارم روی دفاع. من دیفنس رو انداختم روی اسکالوینی و باستانی ولی فکر نکنم که جواب بده چون که 3-2 عقب این دقیقه 64 ولی به امید خدا گلو میزنیم. کی آورده ایسکا رو؟ ویرت و فلوریان ویرت آورده توی بازی. لوکمن، کامادا بنازم. کامادا عجب پاسایی میده.
کوراس خیلیا بزن جون مادرتون بزنید دیگه. به نازم اسکالوینی فکر کردی فقط خودی بردی کسخول. خودمولا لوکمن بابا بنازم لوکمن یه ساند اوسیمن کسخول. چرا نمیزنی؟ چیزا احمق من گفتم سر تو بزن دیگه. کاستا کورتا بنازم بده لوکمن برو جون مادرت برو. لوکمن احمق بنازم آدمالا لوکمن. خب بزن دیگه لعنتی. خیلی وای باختیم بدم باختیم. واقعا تقصیر لوکمن رو 50 تا موقعیت تو زد بیرون کسخوله. اصلا نمیدونم اون تک به تکو چطوری گل نکرد. اون تک به تکو 6 تا شورم زنیم تازه. خب بچه ها امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و اگه لذت بردید ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید که به من خیلی خیلی کمک میکنه و دم شما هم گرمه و امیدوارم از ویدیو لذت ببرید و بدرود تا درودی دیگه.